یه روش قدیمی هست، نه توی کتاب ها پیداش میکنی نه توی گوگل. فقط از دل سینه هایی که سالها دعا کردن، رازها رو شنیدن و با نیت پاک زندگی کردن. دعای 41 دانه گندم، نسخه از شیخ بهایی که گفته میشه اگر درست انجام بشه درهای بسته رو باز میکنه. دعا فقط کلمات نیست، یه انرژیه، یه ارتعاش، یه اتصال بین تو و چیزی بالاتر از تو. اما همه دعاها یه جور جواب نمیگیرن. بعضیها مثل کلیدن، اگر درست استفاده بشن قفل رو باز میکنن، و بعضیها مثل صدای بی هدف توی باد گم میشن. شیخ بهایی یکی از بزرگترین عارفان و دانشمندان دوران صفوی، نه فقط در فقه و فلسفه بلکه در علوم غریبه و اسرار دعا هم صاحب نظر بود. از او نسخه های باقی مونده که هنوز هم در بین اهل دل زمزمه میشن. یکی از اونها دعای 40 دانه گندمه. شاید بپرسی چرا گندم؟ چرا نه برنج، نه عدس، نه سنگ، نه شمع؟ گندم نماد رزقه، نماد برکت، نماد رشد، نماد زندگی. از دل خاک میاد، با نور خورشید رشد میکنه و با دست انسان برداشت میشه. در بسیاری از سنت‌های عرفانی گندم به عنوان حامل انرژی مثبت شناخته میشه و وقتی با نیت پاک همراه بشه میتونه مثل یه آنتن عمل کنه برای اتصال به منبع. عدد 41 یه عدد معمولی نیست. در علوم عددی 41 ترکیبیه از 4، یعنی ثبات، زمین، ساختار، و عدد 1 یعنی آغاز، وحدت، نیت، یعنی شروعی نو برای ساختن چیزی پایدار. در سنت‌های عرفانی عدد 41 به عنوان عددی برای تثبیت دعا شناخته میشه، یعنی دعاهایی که با 41 تکرار یا 41 نشانه یا 41 ابزار همراه باشند قدرت بیشتری برای نفوذ در لایه‌های انرژی دارند. دعاهای 41 دانه گندم فقط گفتن چند جمله نیست، یه مراسمه، یه آداب خاص داره که باید با دقت انجام بشه. اول از همه باید 41 دانه گندم سالم و کامل انتخاب بشه، نه شکسته، نه پوسیده، نه آلوده. بعد باید اونا رو روی یه پارچه سفید بذاری، پارچه‌ای که قبلا برای دعا استفاده نشده باشه. زمان انجام دعا ترجیحاً شب جمعه یا سحر باشه، وقتی انرژی های معنوی قوی ترن و درهای آسمان بازتر. قبل از شروع باید نیتت رو روشن کنی، نه با زبان بلکه با دل. باید بدونی دقیقاً چی میخوای و چرا میخوای. بعد با هر دانه گندم یه جمله از دعا رو زمزمه میکنی و اون دانه رو جدا میذاری تا وقتی 41 دانه کامل بشه. در بین اهل دل روایت هایی هست که شنیدنشون لرزه به تن آدم میندازه. کسایی که با نیت پاک این دعا رو انجام دادن و بعدش اتفاقهایی افتاده که هیچ توضیح منطقی براش نیست. یکی از اونا زنی بود که سالها برای فرزند دعا میکرد. پزشک ها گفته بودن امکان بارداری 0، اما یه شب جمعه با دل شکسته 41 دانه گندم رو روی پارچه سفید چید
و با هر دانه یه جمله از دعای شیخ بهایی رو زمزمه کرد. 3 ماه بعد باردار شد. مردی دیگه برای حل بدهی سنگینش دعا کرد. نه پولی داشت نه امیدی. اما بعد از انجام این دعا یه فرصت کاری براش پیش اومد که نه تنها بدهی‌هاش رو صاف کرد بلکه مسیر زندگیش رو هم عوض کرد. اما این دعا مثل شمشیر 2 لبه است. اگه با نیت نادرست انجام بشه نه تنها گرهی باز نمیشه بلکه ممکنه انرژی‌های سنگینی اطرافت شکل بگیرن. شیخ بهایی تاکید کرده بود که این دعا برای کسانیه که دلشون صافه، نیتشون روشنه و دنبال خیرن، نه برای انتقام، نه برای آسیب، نه برای فریب. اگه با نیت منفی وارد این مسیر بشی انرژی دعا برمیگرده به خودت و اون وقت نه فقط دعا بی اثر میشه بلکه ممکنه دچار اختلالات روحی، کابوس یا احساس سنگینی بشی. رزق فقط پول نیست، آرامشه، فرصتهای خوبه، آدمهای درستیه که وارد زندگیت میشن. دعای 41 دانه گندم یکی از قوی ترین نسخه ها برای باز کردن درهای رزقه. نه به این معنا که پول از آسمون میباره، بلکه به این معنا که مسیرهایی باز میشن که قبلا بسته بودن. اگه حس میکنی مدام تلاش میکنی ولی نتیجه نمیگیری، اگه حس میکنی یه سد نامرئی جلوی رشدته، این دعا میتونه اون سد رو بشکنه. خیلی ها این دعا رو برای ازدواج خوندن، نه برای اجبار، بلکه برای جذب فردی که با ارتعاششون هماهنگه. خیلی ها برای شفا دعا کردن، نه فقط شفا از بیماری جسمی، بلکه شفا از دردهای روحی، افسردگی، ناامیدی و بی‌هدفی. و خیلی ها برای حل مشکلاتی که هیچ راه حل منطقی براش نبود، مثل اختلاف خانوادگی، ترس‌های درونی یا حتی وسواس فکری. این دعا مثل یک کلید چند منظور است. اگه درست استفاده بشه میتونه درهای مختلفی رو باز کنه. قبل از شروع حتما وضو بگیر یا حداقل دست و صورتتو بشور. مکان دعا باید آروم، تمیز و بدون مزاحمت باشه. بهتر قبل از دعا چند دقیقه مراقبه کنی تا ذهنت آروم بشه. با هر دانه گندم یه جمله از دعا رو زمزمه کن. بعد از اتمام دانه ها رو در یه پارچه سفید جمع کن و در خاک دفن کن یا به پرنده ها بده. دعا رو فقط 1 بار انجام بده مگر اینکه نیت تغییر کرده باشه. دعا فقط کلمات نیست، یه ارتعاشه و ارتعاش نیت تعیین میکنه که دعا به کجا برسه. اگه نیتت روشن باشه، اگه از ته دل بخوای، اگه باور داشته باشی که ممکنه، اون وقت دعا مثل نوری میره بالا و به منبع وصل میشه. و وقتی وصل شد، پاسخش میتونه به شکل‌های مختلفی برگرده. نه همیشه همونطور که انتظار داری، ولی همیشه همونطور که نیاز داری. دعای 41 دانه گندم یه نسخه ساده است، اما قدرتش در نیت، آداب و باور تو نهفته است. اگه با دل روشن و نیت پاک واردش بشی، میتونه گره هایی رو باز کنه که سالها بسته بودن. اگه این ویدیو برات مفید بود، کانال رو ساب کن تا بتونی مسیر آگاهی و دعا رو با ما ادامه بدی. ما اینجاییم تا با هم رشد کنیم، بفهمیم و عمیق‌تر زندگی کنیم. هر دعایی که از دل بیاد
یه قدم به سمت نور.